در موج برنامه اطلاعاتی خبر. مهاجران رو در یک منطقه روسیه طبق قاعده‌های نو به کار می‌گیرند. سفارت تاجیکستان هلاکت تاجیکان در سوختار کراسنویارسک را رد کرد. بررسی اعتراف شهادتنامه واکسینه‌گیری در قلمرو اتحادیه دولت‌های مستقل. بایدن دستور داد که برای کمک به اوکراین 600 میلیون دلار جدا شود. طالب‌ها پاکسازی کابل از جنایات را آغاز کردند. کارفرمایان ماورای بیکال امسال قاعده‌های به کار قبول کردن همه مهاجران مهنتی را تغییر می‌دهند. درباره تغییر نو از شعبه رشد صنعتی وزارت رشد اقتصادی منطقه خبر دادند. به اطلاع این نهاد کوتا برای کارگران خارجی در سال 2022 از جانب وزارت مهنتی روسیه تصدیق شده است. اکنون کارفرما موظف است که در کارخانه‌های شماره معین کارگران خارجی را به کار گیرند. اکنون برای هر یک ساحه از 15 تا 80% شماره عمومی کارگران کوتا الهیده مقرر کرده شده است. این معنای آن را دارد که کارفرمایان باید شماره کارگران خارجی خود را بیشتر از این میزان نکنند. همین طریق کارفرمایان در ماورای بیکال باید برای رئیس مهاجرت وزارت کارهای داخلی منطقه برای گرفتن اجازه‌نامه در جهت جلب و استفاده کارگران خارجی و اینچنین اجازه‌نامه کار در نیمه اول سال 2022 مراجعت کنند. در عکس حال آنها را جریمه کلان انتظار است 45-50 هزار روبل روسی راهبریت کارخانه جریمه می شوند. در صورت باقی ماندن کوتا برای جلب قوه کاری خارجی، کارفرمایان باید برای کاهش دادن ضرورت جلب مهاجران از 15 ایون تا 8 ایول سال 2022 عریضه پیشنهاد کنند. شهروندانی که در سوختار در ناحیه کوراگین سرزمین کراسنویارسک به هلاکت رسیدند شهروندان تاجیکستان نیستند. خبر داده از سفارت تاجیکستان در روسیه. خبری نشر کرده یک قطار رسانه‌های روسیه درباره کشته و زخمی شدن شهروندان تاجیکستان در نتیجه سوختار 3 واگن در ناحیه کوراگین سرزمین کراسنویارسک روسیه که روز 24 فوریه سال 2022 منتشر شده است درست نیست، تاکید کرده است سفارت تاجیکستان. با اطلاع کنسولگری گنرالی تاجیکستان در نوسیبیرسک فوتیدگان شهروندان جمهوری تاجیکستان نیستند. یاد رسمی نماییم که اخیراً رسانه‌ها اطلاع داده بودند که بر اثر یک سوختار در ناحیه کوراگینسک کراسنویارسک 4 نفر به هلاکت رسیده، 3 نفر دیگر جراحت برداشتند. رسانه‌ها می‌گفتند مجروحان و هلاک شدگان شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بودند. دادستانی منطقه از آغاز تفتیشات در این خصوص خبر داد. در سرایست ولایت کمیته تفتیشاتی درباره باز کردن پرونده جنایی در رابطه با مرگ از خانم نظری خبر دادند. تخمین می‌رود که سبب سر زدن سوختار رسیدن کوتاه ناقل‌های برق به احتیاطی در رابطه با استفاده از آتش بوده است. گروه کاری مخصوص اتحادیه دولت‌های مستقل ترتیب اعتراف سرتیفیکات واکسینه‌گیری طرفین را تهیه می‌کند. طبق اطلاع کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل، پیشنهادها در این باره اخیراً ضمن جلسه گروهی بررسی گردیدند. تاکید شد که در این همایش از طریق ویدیویی نمایندگان ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدووا، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک کردند. مسئولین ارمنستان، بلاروس و مالدووا اظهار داشتند که سرتیفیکات‌های کشورهای دیگر را بدون بستن سازشنامه اعتراف می‌کنند. تاکید شده است که اعتراف سند واکسینه‌گیری در اساس سازش‌های طرفین و تبادل یادداشت‌ها نیز عملی می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جو بایدن دستور داد که برای کمک به اوکراین 600 میلیون دلار از جمله 350 میلیون دلار برای دفاع جدا کند. متن حجت را خدمات مطبوعاتی کاخ سفید پهن کرده است. در سند گفته می شود که در دایره صلاحیتش کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا باید معین کند که کمک بیمزد به اوکراین با مبلغ 250 میلیون دلار به منفعت ایالات متحده آمریکا است یا نه. باز با مبلغ 350 میلیون دلار اشیاء مدافعی و خدمات‌های دپارتمنت حربی که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با آنها دستور می‌دهد از جمله در ساحه تعلیم و تربیت. این در حالی است که بایدن پس از اعلان عملیات نظامی در اوکراین از سوی روسیه از جاری کردن تحریم‌های سنگین علیه روسیه خبر داد. بایدن گفت شریکانش را نیز وادار می‌سازد تا بر ضد روسیه تحریمات شدید
جوری کنند. روز 24 فوریه پوتین اعلام کرد که تصمیم گرفته است عملیات ویژه نظامی بروی غیر نظامی ساختن اوکراین راه اندازی نماید. در یک پیام تلویزیونی به روسا او گفت وضعیت از ما اقدام قطعی و فوری تقاضا می‌کند. جمهوری‌های مردمی دونباس با درخواست کمک به روسیه مراجعت کردند. رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت که تمام مسئولیت خونریزی بر دوش رژیم حاکم در اوکراین خواهد بود و از نظامیان اوکراین دعوت کرده است که فرمانهای جنایی مقامات اوکراین را اجرا نکنند، سلاح‌هایشان را به زمین گذارند و به خانه‌هایشان برگردند. بعداً وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که نیروهای مسلح روسیه به شهرهای اوکراین هیچ گونه حمله موشکی هوایی و توپخانه‌ای انجام دادنی نیستند، بلکه می‌خواهند کشور را غیر نظامی سازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته است که طالب‌ها اعلام کردند 3 نهاد امنیتی امارت اسلامی در کابل و ولایت‌های اطراف آن تحت فرماندهی مولا محمد فاضل مظلوم معاون وزیر دفاع عملیات پاکسازی را آغاز کردند. هدف از این عملیات بازداشت و محو سرقان، دزدان، آدمروایان و سایر مجرمین در مناطق مذکور است. ذبیح الله مجاهد گفت که عملیات برای تامین امنیت بهتری ساکنان کابل، تاجران و دیگر هموطنان آغاز شده است. در جریان این عملیات هیچ کس و هیچ خانه غیر نظامی آسیب نمی‌بیند. تمام چاره‌های احتیاطی اندیشه می‌شوند تا به مردم مناسبت خوب برآورده شود. ما از مردم این ولایت‌ها و منطقه‌ها خواهش می‌کنیم به نیروهای امنیتی خود در ارائه اطلاعات کمک کنند و از عملیات نترسند، گفت مجاهد. همچنین وی قید کرده است که اگر آن نفران بیگناه باشند و یا با جنایتکاران ربطی نداشته باشند هیچ مشکلی ندارد. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.